نتوانست دو گل را به ثمر برساند در قسم دومی رقابت. ولی چگونه که میگویند بازی فراموش می شود، نتیجه باقی میماند. نتیجه مهم است برای دسته خوجند و خوجند را پیش میگیرد. بار اول در تاریخ خود و مرحله گروهی جام کنفرانسیای فوتبالی آسیا بینندگان ارجمند. البته ما و شما که ما هم مخلصان فوتبال تاجیک هستیم، بار دیگر تبریک و تهنیت میگوییم تمام مخلصان دسته خوجند رو، تمام مخلصان فوتبال تاجیک رو، با اینکه به همین مرحله دسته خوجند بار اول در تاریخ خود پس از سومین کوشش خود رو گرفت. شما را با لحظات بهترین همین دیدار میگذاریم بینندگان ارجمند. با شما خیر و خوش میکنیم از ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. فوتبال را با شما گلروز خدا نظرزاده تماشا کرد و از بازی نشان داده فوتبالبازان دسته خوجند حلاوت بود. تا گزارش‌های من بعد دوستان عزیز، خیر خدای را مددگاری یک شما باشد با امید غلبه ها و قهرمانی‌های من بعد دسته‌های تاجیکستان.